سلام عرض می کنم خدمت همه حضار محترم، ادیبان، اساتید محترم. بدون هیچ مقدمه‌ای برنامه شعرخوانی را آغاز می کنیم. در بسته و دیوار به هم آمده بود، جمعی همه خیره گشته بر آن درگاه. در باز نشد گرچه بسی کوشیدند، هر دیده به 100 سؤال می کرد نگاه. در قفل شده کلید آن پیش من است، بر ریش شما بخندم من قاه قاه. عمریست که عظما پس در ناله کند، آفتابه به دستش به زبان گوید آه. یه طیب الله طیب الله انفاسکم جناب آقای حسان، جناب آقای چایچیان، انشالله که موفق و مؤید باشید. عظما انشالله در هم رو به شما باز بشه، شما هم نهایی موفق بشید. خلاصه برید تو دنیای بی امام به پایان رسیده است. آری بهار عرب به شمیران رسیده است. نه چه اشتباه شد. مرتی که این چیه تو میخونی وقتی تو اینو میگی؟ منم مجبورم همینو بگم دیگه. بعد همینجوری گفتیم. حالا شما بیخیال شو. عظما آری عظما از قم به تهران رسیده است. برو بریم بعدی. آفرین. بگو که یک شب مردی شدی برای خودت، و ایستاده امروز روی پای خودت. بگو که تر نکنی هر شبانه جای خودت. عظما تو خرس گنده‌ای هستی کنون برای خودت. ای با تو اما گوش کول، گوش کن. طیب الله انفاسکم. خیلی خوب، زنده باشید. خانه های آن کسانی میخورد در بیشتر، که از درون آن خر نر میزند هر بیشتر. مثل خونه عظما. طیب الله انفاسکم انشالله. خیلی خوب. روح پدرم شاد که میگفت به من، خوش باد دمی که دیده آید به سخن. گور پدرت باد که میگفت به تو، یک شعر بباف بهر عظمای خفن. طیب الله انفاسکم انشالله موفق و مؤید باشید. به نماز صبح و شبت سلام، و به نور در نسبت سلام، و به خال کنج لبت سلام، که نشسته با چه ملاحتی. به چشای چون وزغت سلام، و به لاستیک عقبت سلام، به دماغ چون رطبت سلام، آویزون شده با چه فضیحتی. سلام علیکم. آب روون قطره ای از تو به کام من حرومه، اگه تو مشکم نمونی کار سقا تمومه. عظما چشات تو این روزا مثل دوش همومه، اگر با انتر نمونه کار عظما تمومه. کار عظما تمومه. بدر شعب جبينك والله ليلة، والبرد بشفاك يدعج والله ليلة، مضت ليلة بوصالك والله ليلة، عثر بيها الدهر وحواك ليه. چی شد؟ به لیلا لیلا افتادی؟ لی 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 لی. کل من یکشن لیلات تو ها. این وسط لیلات کیه حالا؟ محمود ها؟ لیلا احمدی نژاد ها؟ حالا گوش کن. اجلس مكانك واخرس هذه الليلة، هذا تقول الشعر لو مبرد الروح هذه الليلة، مضت ساعات هنا ولا وجبة طعام هذه الليلة، هدم بيتك بعد ما اجيك ولا ليلة.
طيب الله انفسكم ان شاء الله. تو بودی، تو خواهری کردی، به جای خواهری آنجا برادری کردی. چه خواهری تو برادر که مادری کردی؟ تو خواهری یا برادر، تو مادری یا پدر، تو راه بودی یا رهرو، تو رهبری کردی. تو هم خفه کردی بابا، اینم شد شعر آخه. داستانی داریم ما، حتما در ادامهش میخوای به مقام عظما میگی تو عمگی کردی، تو با جناقی گری کردی، خاله بازی کردی. حرف دهنتو بفهم استاد. برادری کردی، خواهری کردی، عمگی کردی، چرا بحث و خانوادگی کردی؟ طيب الله انفسكم. تو هم که هی طیب الله انفاسکم الگری کردی. حالا عظما تو این مجلس رندان همه یه غزلی اومدن، ولی تو این پارسه ها نشستیم وسط یه پارسی هم نکردیم. شعر قبلی تو هم که راجع به یه زیدی بود، حالا ما چیز نکردیم ولی شونات و نظام رو له کردیم. حالا یه شعر ولایی دفاع مقدسی بیا ببینیم چیکار میکنیم. پارسا در مجلس رندان نشستن خوب نیست. هر که امشب می نمی نوشد به ما منسوب نیست. در چنین فصلی که بلبل مست و گلشن پر گل است، گر همه پیمانه عمر است خالی خوب نیست. چطور شد؟ خط عوض کردی؟ از دود و اینا انداختی تو آبکی ها؟ آقا این کی بود تحویل مجموعه شعری ما دادید شما؟ یک مست رند الوات عرقخور تحویل مجموعه شعری داده شده. بس آبرو هیئت رفت. لیلی لیلی لیلی